وقتی خاک خراسان صدای قیام را شنید، تاریخ فهمید که تاج می تواند از دل مردم برخیزد. درود به همه رفقای عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. اینجا چنل شب‌های کاغذی که ما تلاش داریم محتوایی که برای شما عزیزان آماده می‌کنیم مربوط به کتاب‌ها، داستان‌ها و مطالبی راجع به جهان پیرامون باشه. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد که این رو با لایک کردن یا کامنت گذاشتن به ما نشون بدین. پس بدون فوت وقت بریم برای ویدیو. تاج از خاک، قسمت اول. ارشک یکم، تاجی از خاک نه از سلطه. سالها پس از سقوط هخامنشیان، ایران در سلطه سلوکیان می سوزد. تخت جمشید خاکستر شده، زبان یونانی بر سکه ها نقش بسته و تاج دیگر بوی بیگانه می دهد. اما در شمال شرق، در دل کوههای خراسان، مردی زاده می شود از طایفه پرنی، یکی از قبایل داهه. نامش را ارشک می گذارند و او نه شاهزاده است نه سردار درباری، بلکه سوارکاری از دل خاک. تولد در تبعید، صدای خراسان. ارشک در ساحل رود اترک بزرگ می شود، در میان سوارکاران، شکارچیان و شبانانی که از سلطه یونانیان بیزارند. او از کودکی با تیر و کمان خون میگیرد و نامش با افسانه آرش کمانگیر گره میخورد و در دل مردم زمزمه ای بلند می شود. این ارشک بوی بازگشت می. قیام علیه آندراگوراس، تولد تاج ایرانی. در سال 250 پیش از میلاد، ساتراپ سلوکی پارت آندراگوراس اعلام استقلال می کند. ارشک با طایفه پرنی به او حمله می کند. در نبردی برق‌آسا آندراگوراس کشته می شود و ارشک تاج را بر سر می گذارد، اما نه در خاک بلکه در دشت. او پادشاهی پارت را بنیان می گذارد و این تاج نه از طلا بلکه از غرور ساخته شده است. تثبیت سلطنت، مقاومت در برابر سلوکیان. سلوکیان تلاش می کنند پارت را باز پس گیرند، اما ارشک با سوارکاری چریکی حملات را دفع می کند. او نه در شهرها بلکه در کوهها و دشتها حکومت می کند. در سکه هایش تصویر یک کماندار نقش می زند، یادآور آرش، نماد مقاومت ایرانی. در دربار او لقب اپیفانس می گیرد، یعنی نامی و پر افتخار. اما در میان مردم او فقط یک چیز است: پدر ملت. مرگ در میدان، پایان یک آغاز. در سال 247 پیش از میلاد، ارشک در نبردی با باختر زخمی می شود. نیزه از پشت بدنش را می شکافد. او در اردوگاه در میان سوارکارانش جان می دهد، اما پیش از مرگ برادرش تیرداد را به جانشینی می گمارد و تاج از خاک به نسل بعدی منتقل می شود. ارشک یکم نه فقط بنیانگذار سلسله جدید بلکه آغازگر بازگشت ایران است. او نشان داد که سلطنت می تواند از دل مردم برخیزد، نه از سلطه بیگانه. و تاجی که او بر سر گذاشت 2 قرن بر ایران حکومت کرد، با نامی که همه شاهان بعدی با افتخار تکرار کردند: اشک. ممنونم که تا آخرین قسمت هم همراه ما بودین. در قسمت بعد وارد دوران اشک دوم و سوم میشویم، جایی که سلطنت هنوز شکننده است اما ریشه ها در حال عمیق شدنند. ممنون میشم که اگر انتقادی یا پیشنهادی داشتین اون رو کامنت کنین. متشکرم ازتون. خدا نگهدار.